سلام، شما همون دکتر معروفی هستین که گفتین هر بیماری رو با 500,000 تومان میتونید درمان کنین و اگه نتونید درمان کنین 1,000,000 تومان پس میدین؟ سلام، بله خودمم. آی دکتر، من حس چشایی و بویاییمو بعد کرونا از دست دادم و در حال حاضر حس چشایی و بویایی ندارم. خانم پرستار، لطفا از جعبه 22 3 قطره از شربت رو بریزین تو دهانش. بله حتما. که بنزین آی دکتر. تبریک میگم، حس چشایی و بویاییتون برگشت. میشه 500,000 تومان. سلام آقای دکتر، من حافظه‌مو کلا از دست دادم، در واقع آلزایمر گرفتم. درسته. خانم پرستار، لطفا از جعبه 22 3 قطره شربت رو بریزین تو دهانش. نه اون بنزینه. تبریک میگم، حافظتون هم برگشت. میشه 500,000 تومان. سلام آقای دکتر، من بیناییمو از دست دادم. متاسفانه نابینایی نمیتونم با دارو درمان کنم، پس من 1 تومن به شما میدم. این که 100 تومن. تبریک میگم، بیناییتون هم برگشت. میشه 500,000 تومان.